ناحیه رشت. رشت یکی از سرزمین‌های قدیمی تاجیکان به حساب می‌رود. ناحیه مذکور در ناحیه‌های تابع مرکز جمهوری تاجیکستان جای دارد. صاحب استقلالی کشور عزیزمان تاجیکستان برای ساکنان ناحیه رشت امکانیت‌های وسیعی را فراهم نمود. این ناحیه دارای دانشکده آموزگاری، لیسه کسبی تکنیکی و کالج طبی است. در زمان معاصر در این ناحیه چندین مهمانخانه‌ها به استفاده داده شدند. از شهر دوشنبه تا این ناحیه تقریباً 230 کیلومتر است. در ناحیه مذکور سیب و ناک خیلی خوب می شود. خاک این ناحیه برای کشت کارتوشکا خیلی خوب است. زنان و دختران این دیار کاکل بافی را دوست می دارند. دوختن تاقی های زنانه و مردانه در اینجا معمول است. از خوراک های ملی باشد در این ناحیه شکراب بیشتر دیده می شود. عجیبیش در آن است که ساکنان رشتان زمین در بالای شکراب خود چارمغز کوفته شده را می پاشند. طعام دیگری معمولشان این قروتاب است. خوراکدوزی در این دیار کهن هم تا امروز دیده می شود. زنان این سرزمین با کورپا و کورپاچه دوزی و رفیده دوزی هم خیلی مشغولند. محمد الیاس دولتوف یکی از طبق تراشان مشهور این ناحیه است که بهترین طبقها را دارد. او می گوید که کلانترین طبق تراشیده‌اش 1 متر و 20 سانتی متر بوده است. ناگفته نماند که این مردی دیار آهنگر خوب هم هست. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 این ناحیه مرکزی هنرآموزی تشکیل کرده شده است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 61 این ناحیه باشد محفل دوتار زنی را به راه ماندند.